بیاش این کلوچه ماشاءالله عجب قد چی کندی نیست به کلوچه رفت همه رو دفت نقاط کردی دورت بگردم. بازم اومدم همون کافه همیشگی عشقم. آره خیلی خوشحالم که دارمت. انشالله کی بشه خودت ازدواج کنیم بریم سر خونه زندگیمون. خیلی آرزوم همینه به خدا. منم دوست دارم ولی یه چیزی بهت بگم. بگو عزیزم. این شدنی نیست، نمیشه. یعنی چی؟ برای اینکه من فکرامو کردم فکر می‌کنم از هم جدا بشیم خیلی بهتره. یعنی چی؟ خب چه مشکلی پیش اومده؟ دیگه یه سری دلایلی که شما آقایون نمیفهمید فقط ما خانوما میفهمیم. پای کسی دیگه در میونه؟ نه پای کسی هم در میون نیست، ولی من و تو جدا بشیم الان خیلی بهتر از اینه که بعداً جدا بشیم و بیشتر از این اذیت بشی. برای همین من برم بهتره الان. الهام واقعا قلبمو شکستی. یه لحظه بشین تا یه چیزی بهت بگم. بگو. تو که میخوای بری خب ولی تکلیف اونی که تو شکمته چی؟ مگه چی کار کردی؟ منظورت چیه کثافت؟ شیرموزه که خوردی؟ خاک بر اون سری که داد بکنن. بیا پولشو بده بیا. خودم حساب آقا ما این حسابی نموتم. ابوالفضل که